سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد معالجه، تشخیص و شناخت بیماری های انسدادی مزمن شش یا ریه است. بیماری های انسدادی یا obstructive lung disease obstructive lung disease. خب در بیماری های انسدادی مسیر جریان هوا مسدود میشه و مریض علائم منحصر به تکلیف تجربه میکنه. در obstructive lung disease یا در بیماری های انسدادی ریه COPD یا عبارت کلمه کرونیک obstructive pulmonary disease که شامل دو حالت است: امفیزیما و کرونیک برونکایتس یا التهاب مزمن مجراهای تنفسی. امفیزیما و نوع دومش هم کرونیک برونکایتس یا حالت است. خب قصبة الریه یا پایپی که هوا را انتقال میده به کجا؟ به شش راست و شش چپ left lungs. خب در داخل شش تقسیمات مجراهای تنفسی صورت میگیره که برونکاس و برونکای بالاخره تا به کیسه های هوایی. اگر این ساحه را زوم کنیم ببینیم حجراتی که این ساختمان سفید رنگ که میبینین عبارت از میوکس یا خلط یا بلغم است و سیلیا یا مژگک هایی که روی حجرات مخاط یا اپیتیلیوم موجود است و وظیفه شام حرکات مخصوص داره که نمگذاره مواد مضر و مخربی که از محیط توسط تنفس به داخل جهاز تنفسی میاد اونا کدام تخریب را به وجود بیاره. میوکس، سیلیا و اپیتیلیوم و پایین از او ساحه لمینا پراپریا موجود است که حاوی غدوات میوکس می باشه و پایین تر از این هم، یعنی این ساحه را اگر مطالعه میکنیم عبارت از ساحه سب میکوزا که شامل رگهای خون، رگهای عصبی و عضلات سموت مسلز و آخرین لایه که عبارت از سیروزاس شامل انساج ارتباطی، کنکتیو تیشو و رگهای عصبی، رگهای خون. بیشتر هم این ساحه عضلاتی است و در مجراهای تنفسی فوقانی کلیژن یا غضروف هم داره. چی اتفاق میفته در کرونیک برونکایتس؟ خب کرونیک برونکایتس فرضاً یکی از اساسی ترین علت التهاب مزمن برونشیت سموکینگ یا کشیدن سیگرت، قیلون، چرس و چلم امثال از اینا اگر بر دراز مدت از دخانیات استفاده بکنیم، اینا موادی که در دخانیات و محیط آلوده موجود است سبب ایمیون رسپانس یا عکس العمل سیستم ایمنی ما میگرده. در ایمیون رسپانس حجرات سیستم دفاعی خصوصا نیوتروفیل و ماکروفیجز، لیمفوسایتس، اینا تنبیه شده و تولید می سازه بعض مواد را که بالاخره سبب التهاب مزمن ریه و التهاب مزمن اجزای ریه می گردد. خب زمانی که سیگرت یا محیط آلوده یا پولن، مشتقات پلاستیک یا کسایی که در فابریکه سمنت کار میکنه همچنان سیلیکا، اینا از طریق تنفس یا رسپایریشن به داخل شش میایه، مثلا هوای آلوده و سیگرت در داخل ریه یا شش، این مواد اجنبی مورد حملات سیستم دفاعی قرار میگیره. سیستم دفاعی ما نیوتروفیل، لیمفوسایت،
اینا فعال شده و حمله میکنه بالای مواد اجنبی. جهت حمله خود تولید میسازه سایتوکاینز و پروتیز. سایتوکاینز و پروتیز. سایتوکاین مواد است که بالاخره سبب به وجود آوردن التهاب میگرده در ساحه، در ناحیه‌ای که اجسام اجنبی موجود است، در اونجا سبب حملات میگرده و در مقابل این وضعیت ما حجرات گابلت یا ای حجرات که مسئولیت تولید میوکس یا مخاط داره بیشتر سبب تولید میوکس میگرده و در مقابل هایپرپلیزیا صورت میگیره. گابلت هایپرپلیزیا یا تعداد حجرات گابلت زیاد میشه. وقتی زیاد شد تولیدش هم زیاد میشه. تولیدش چی هستی؟ مواد میوکس یا مواد بلغمی که روی مخاط موجود است و وظیفه اساسیش هم دفاع کردن وجود حجرات جهاز تنفسی از اجسام بیرونی و اجنبی است. و از طرف هم انزیم پروتیز سبب از بین بردن پروتین ها خصوصا الاستین که بعدا روش گپ میزنه میگرده. در کرونیک برونکایتس چی صورت میگیره؟ خب اگر بار بار الرژن یا سموکینگ یا جسم اجنبی به داخل وجود آمد و بار بار هم سیستم دفاعی در مقابلش سایتوکاین و پروتیزز اینا را تولید کرد، در مقابل التهابی که صورت میگیره سبب تولید مخاط میگردد. مخاط یا بلغم از کجا تولید میشه؟ از این حجرات به نام گابلت. گابلت حجرات در مخاط سیستم تنفسی است. البته یک حجره است و اگر بیشتر تحت فشار قرار بگیره هایپرپلیزیا یا تعدادشان بیشتر میشه. همچنان این غدوات که میبینیم به نام میوکس گلند یا غدوات که خلط تولید میکنه، اینا هم در مقابل میوکس گلند هایپرترافی میکنه، کلان میشه، بزرگ میشن و تولیداتشان بیشتر میشه. از یک طرف حجرات اپیتیلیوم گابلت زیاد شد، از طرف دیگه این غدواتی که در سبمیکوزا موجود است و وظیفه‌ش هم تولید میوکس یا مخاط است اینا بیشتر شد. خب هر سه از اینا یک جا شده و مجرای سیستم تنفسی، مجرا یا داخل از این پایپ تنگ میسازه، ابسترکشن یا بندش به وجود میاره. یکی از علتهای انسداد مزمن در مجراهای تنفسی موجودیت التهاب مزمن است. اما زمانی که هایپرترافی اف میوکس گلند صورت گرفت، این غدوات کلان شد، بزرگ شد در سایز خود، حجرات گابلت یا این حجرات در تعدادش کثرت به وجود آمد و از طرف دیگه هم مخاط بیشتر تولید شد، بدون شک سبب ابسترکشن یا بندش میگرده. یک نوع از بیماری های انسدادی مزمن ریه کرونیک برونکایتس است. نوع دیگهش که به نام امفایزیما یاد میشه. امفایزیما چی در امفایزیما صورت میگیره؟ فرضاً ای respiratory bronchioles، اینا هم اسینس الویولس یا کیسه هوایی. به هر حال در امفایزیما چی صورت میگیره؟ انزیم پروتیز، خصوصا انزیمی به نام الاستیز که جزء از این پروتیز هاست، توسط سیستم دفاعی ما تولید شد. این الاستیز مواد به نام الاستین از بین میبره. الاستین چی است؟ یک کیسه هوایی را اگر در اینجا مطالعه بکنیم، الاستین مواد است که دور و بر کیسه هوایی را اینو تو در بر گرفته و وظیفه‌ش هم خاصیت انعطاف پذیری را، الاستیک ریکایل یا خاصیت انعطاف پذیری را به کیسه های هوایی میده. معنای از این گپ چیست؟ ببینین اسفنج اگر فشار بتیم تحت فشار کوچک میشه، وقت فشار برداریم پس حالت حوالی خود
به دست میاره. ایره خاصیت انعطاف پذیری میگه. در کیسه های هوایی خاصیت موجود است چون در ساختمانش ماده به نام الاستین موجود است و همین است که مرحله تنفس یعنی گرفتن هوا و پس بیرون راندن کربن دی اکساید خیلی آسان میشه. در امفایزیم چی صورت میگیره؟ انزیم الاستیز این مواد حمله کرده از بین میبره. وقتی از بین برد کیسه هوایی یا الویلس ثبات خود از دست میده. ثبات یعنی انتگریتی اگر از دست رفت به صورت دائم چی میشه؟ کلان میشه. permanent enlargement of structure. پس از این بس چی را باید با خود داشته باشیم؟ در التهاب مزمن ریه، خصوصا در التهاب مزمن مجراهای تنفسی، مقدار تولید مخاط زیاد میشه. increase mucus production. اوکی. پس یکی از نشانه های کلینیکی سلفه با بلغم است که بعدا روی از اینا گپ میزنیم. اما در امفایزیما چی صورت میگیره؟ structural damage توسط انزیم به نام الاستیز. مواد الاستین که در اطراف کیسه های هوایی موجود است اونا را صدمه رسانده و کیسه هوایی به صورت دائم کلان میشه. این شرنکج یا امو ثبات و کیفیت خود از دست میده. به هر حال اگر کس مبتلا به COPD باشه، قبلا گفتیم که COPD یا شامل التهاب مزمن التهاب مزمن مجراهای هوایی است و یا هم ساختمان کیسه های هوایی برای همیش کلان میشه و خاصیت تبادل اکسیژن و کربن دی اکساید از دست میده. چگونه این وضعیت میتونیم تشخیص بکنیم؟ برای تشخیص اکسری یا اکسری قفس سینه posterior anterior view باید داشته باشیم. یکی از نشانه های که در اکسری قابل دید است در کرونیک ابسترکتیو پالمونری دیزیز بیرل چست. در بیرل چست چی صورت میگیره؟ خب ببینین این شد قفس سینه ما. از پیشروی به عقب اگر ببینیم posterior anterior diameter ای تقریبا 23 سانتی متر است و lateral diameter 31 سانتی متر است. این در حالت نورمال. البته در بیرل چست چی صورت میگیره؟ پی ای از 23 به 26 کلان میشه چون در داخل شش یا ریه ما هوا تجمع میکنه و حبس میشه و 31 ما که لترال دیامتر است کوچک میشه به 29 سانتی متر. خب اگر ریشوی از اینا را بگیریم 23 تقسیم 31 0.7 میگرده و ریشوی از اینا 26 تقسیم 29 میشه 0.9. پس بیرل چست در اکسری چه قسم قابل تشخیص است که دیامتر از اینا 0.9 باشه. به هر حال موضوع بیشتر مرتبط به دکتر سایباس، موضوع مسلکی است، اما تشخیص میتونیم قسمی هم بسازیم. موضوع مهم دیگه که در امفایزیما قابل یادآوری است کمبود انزیم الفا 1 آنتی تریپسین میتونه سبب امفایزیما بگرده. چگونه؟
قبلا گفتیم که انزیم پروتئیز که توسط سیستم دفاعی ما تولید میشه برای از بین بردن پروتئین ها، خصوصا جاهایی که جسم اجنبی یا تاکسین، ویروس و باکتریا را جا داده، این انزیم ها میره بالای اونجا حمله میکنه. ولی حملات همیشه توسط یک انزیم دیگه به نام الفا 1 آنتی تریپسین کنترل میشه و در هر بیولوژی زنده، در هر انسان زنده این انزیم کنترل کننده پروتئیز می باشه. اگر یک کسی در وجود خود انزیم نداره، پس نمیتونه پروتئیز، خصوصا انزیمی که قبلا کیسه های هوایی را خراب میکرد، این انزیم کنترل شود. وقت الاستیز کنترل نشد، فایبر الاستینی که در این ساحه بود اینا را بیشتر از بین میبره و سبب به وجود آمدن انفیزیما یا التهاب مزمن انسداد مزمن ریه میگرده. خب بیماری انسدادی مزمن ریه که شامل برونکایتس، کرونیک برونکایتس و انفیزیما بود. انفیزیما میتونه توسط محیط، کشیدن سیگرت، محیط آلوده به وجود بیاید و یا هم ریشه ژنتیک داشته باشه، ارثی باشه. چگونه ارثی؟ ژنتیکس یعنی در وجود انسان اگر انزیم الفا 1 آنتیتریپسین تولید نشد، نمیتونه انزیم الاستیز و پروتئیز کنترل شود و بالاخره تکلیف به وجود میاره. بیشتر در بیماری های کبد، لیور دیزیز، این انزیم تولید نمیشه، خصوصا بیماری سیروسیس. و در پهلو این که سیروسیس سبب عدم تولید الفا 1 آنتیتریپسین میگرده، در بعضی ها جین ها یا کودهای مخصوصی که سبب تولید الفا 1 آنتیتریپسین در هپاتوسایت یا حجرات ساختمانی کبد میگرده موجود نیست و به شکل ارثی دوام میکنه. خب چگونه میتونیم این COPD یا بیماری انسدادی ریه را معالجه کنیم؟ تریتمنت یا معالجه. خب از همه مهم انسدادی که در برونکای یا کیسه های یا مجراهای هوایی به وجود میاد توسط برونکودایلیترز یک صنف از دواهاست که دوباره سبب باز شدن یا فراخ شدن مجراهای تنفسی میگرده، مثلا امینوفایلین، تیوفایلین و امثال از اینا. اگر مبتلا به COPD هستیم به شکل دائم میتونیم از برونکودایلیتر استفاده بکنیم. اینترلوکین و سایتوکاینز مواد است که باید در COPD زیادتر تولید نشه، پس میتونیم از مونتلوکاست هم استفاده کنیم. مونتلوکاست اینا لیکوترین انهیبیترز است و نمیگذاره که عفونت و التهاب زودتر شکل بگیره. به خاطر که هستامین کنترل شوه و تا حداقل حجرات گابلت، میوکس یا مخاط کمتر تولید کنه، میتونیم از آنتی هستامینز هم استفاده کنیم. در آنتی هستامینیک بهترش و مشهورش سترزین است. فیموتیدین و اینا هم میتونه استفاده شوه. پریز در هر دو حالت سلفه داره، پس کف سپرسرز هم میتونه استفاده شوه. کف سپرسرز اینا دیگه سلفه های است که شربت های است که به خاطر کنترل سلفه ازش استفاده میکنیم. خب اگر معالجه نکنیم این وضعیت چی را میتونه به وجود بیاره؟ خب اگر شش فرزن به نظر بگیریم، شش راست و ای هم شد شش چپ ما، درست؟ شما میفهمین که از قلب، خصوصا از قلب طرف راست یا از قسمت راست قلب خون میایه به شش. به خاطر چی میایه؟ تا که تصفیه شوه و از اونجا میره به کجا؟ به قسمت چپ قلب
و از قسمت چپ قلب هم میایه به تمام وجود. درست؟ دوباره از وجود ما جمع میشه و خود میرسانه به قلب و همی سایکل دوام داره. اگر بندش موجود باشه، در مثلا کرونیک برونکایتس موجود باشه، التهاب مزمن ریه، در التهاب مزمن ریه مثلا هوایی که خونی که از قلب جهت تصفیه به شش میایه، از شش دوباره رجعت میکنه، برگشت میکنه و دوام این حالت میتونه سبب هارت فیلیر بگرده که وضعیت ما کور پالمونل میگیم، کور پالمونل. خب اگر خون دوباره برگشت میکنه به قلب، درست؟ بنابر HTN یا هایپرتنشن یا فشار بلندی که موجود است در قلب، اینجا بنابر موجودیت فشار بلند در شش، خون هم نمیتونه بیشتر به طرف قلب چپ ما بره تا از اونجا پمپ شوه به تمام وجود. پس چی کم میشه؟ کاردیاک اوتپوت. وقتی کاردیاک اوتپوت یا خونی که در بدن سرکولیت یا جریان میکنه کم شد، مکانیزم دیگه فعال میشه به نام انجیوتنسین الدوسترون مکانیزم که اونا مایات بالاخره از بدن نمگذاره که بیرون شوه و ایست که وضعیت وخیمتر میسازه. یعنی در پهلوی این که این نفس تنگی مزمن که بنابر بندش مزمن یا انسداد مزمن به وجود آمده، تنها بیماری منحصر به شش نیست، میتونه سبب بروز بیماری های قلب هم بگرده، حتی کور پالمونالی، فلج شدن قلب. و اگر کرونیک برونکایتیس یا التهاب مزمن دوام بکنه، ببینین ما حجرات گابلت داشتیم، هم اپیتیلیوم است. حجرات گابلت وظیفهش چی بود؟ تولید مخاط. هم سیلیا یا همون مویرگ هاست و مخاط هم روی از مخاط خلط بلغم. اگر هایپرپلیزیا صورت بگیره، تعداد حجرات گابلت به شکل غیر نورمال زیاد شود و غدواتی که سبب تولید میوکس یا خلط میگرده اونا هم هایپرتروفی کنه، سایزش بیشتر شود. اگر بدن بار بار با این وضعیت روبرو میشه، دیسپلیزیا و متاپلیزیا به وجود میاد. نوع تولید حجرات و کنترل حجرات از وجود دیگه ساخته نیست. وقت متاپلیزیا و دیسپلیزیا به وجود آمد، امی عفونت مزمن و بندش مزمن سبب بروز سرطان شش میگرده، متاسفانه لنگ کانسرز، که اینا غیر قابل معالجه است تا این حال. پس 80 الا 85% بیماری های انسدادی توسط سموکینگ، سیگرت، قیلون، چرس، چلم و امثال از اینا و بودن در محیط آلوده به وجود میاد. بهترین معالجه هم وقایه است. از چی باید؟ حداقل از سیگرت باید از کشیدن سیگرت اجتناب کنیم. اگر در محیط آلوده زندگی میکنیم، نمیتونیم محیط خود تغییر بدیم، حداقل میتونیم از فیس ماسک استفاده بکنیم. اگر در فابریکه سمنت سازی کار میکنیم یا در فابریکه پخته کار میکنیم یا در خلاصه در جای کار میکنیم که در اونجا گرد و خاک بیشتر است، میتونیم از ماسک استفاده کنیم و تدابیر صحی دیگه خود داشته باشیم. ممنون.